سلام. سگ شماست؟ مال شماست. قابلتون رو نداره. چقدر خوشگله. لطف دارین شما. امروز براش غذا بردم. خوش دوباره باشه ببینمش. چقدر خوشگل بود. وای چه خوب که هستی. سلام. واسه غذا آوردم. بیا. بازم شمایی؟ مسیر هر روزمه. اسمش چیه؟ تیدا. خیلی سگ باهوشیه. لطف دارین شما. خیلی خوشحالم که باهاش آشنا شدم. دست بده. سومان اونو میبینی؟ زن سابق منه. هر روز میاد تو ایستگاه اتوبوس میشه، نمیدونم کجا میرم. باید انتقام از این بگیرم. یعنی چی؟ تو چیکار کنی؟ باید بدوزمش و دارمش با کارش تموم. اگه الکی این کار جرم حداقل 15 سال حبس داره. کسی نمیتونه حتی جنازه‌ش هم پیدا کنه. اگه گیر بیافتیم چی؟ نگران نباشه، همه چی گردن من. فقط میرین تو ایستگاه، بهت گفتم در عقب باز کن، بعدش هم گازشو بگی بره. برو ولی خدا بخیر کن. کجا میخوای بری؟ یا بشین تو ماشین میرسونم. برو دنبال کارت. ما دیگه نسبتی با هم نداریم. وقتی میگم بیا زبون آدم حالیش نمیشه. کجا داری میگه؟ برم کجا سرده برم کن. بشین. بی خبر از حال بیمارم دلوقو بهت میدادن میخواستن جونمو نجات یه عمر به همین آدم رو خوبی کردن میخواستن جونمو بگیرن. اینه فرق تو آدم ها. از این بعد تو بهترین رفیقم من. آرامی جانم دوست